10 میلیاردم بهت بدن جرأت نداری همکار این مرد بشی. این هیولایی که میبینی یکی از نترس‌ترین مردای کره زمینه که با دست خالی با اژدهای کومودو مبارزه میکنه. اینو جدی میگم. رفته بود با اژدهای کومودو، یکی از درنده ترین مارمولکای جهان که یه بز رو یه لقمه میکنه، مبارزه کرده، اونم با دست خالی. اسمش مایکل هالسونه و عشق حیات وحش و درگیری با حیواناته. بالاخره سرشو یه روز به باد میده، چون یه سری اینطوری با سمی‌ترین مار جهان مثل اسباب بازی ور میرفت. قربونش برم، فقط هم سراغ ترسناکترین موجودات روی زمین میده. یه سری تو رسته خزنده ها با دست خالی مار پیتون رو گرفت و یه سری هم رفته بود سر وقت غول‌پیکرترین مار جهان که فقط تو مستندا میبینی، یعنی آناکوندا. در حال حاضر صفحه مجازیش بیشتر از 15 میلیون فالوور داره و خیلی‌ها میگن این کارش باعث شجاعت میشه. خیلی‌ها میگن اون یه دیوونه است که نمیدونه با کروکودیل نباید رو در رو بشه. حالا شما حاضر بودی جای این مرد این کارا رو بکنی؟ برای تماشای دنیای حیوانات و عجایب جهان، پیج آنکو فکتو فالو کن.